حاضرین محترم این بسیار بالا به همین هم گفت میشه با عرض سلام و شادباشی ها و هر یک شما عزیزان مهمانان ارجمند همه شما را به درگاه اتفاق نویسندگان تاجیکستان خیر مقدم میگم. قدم مبارکتان خجسته باد و همه ما حالا در زیر تاثیر شکوه و جلالت آن جشن شکوه 20 سالگی کشور ما هستیم که واقعا در سطح بسیار عالی و بلند تجلیل گردید و همه ما شاهد این بودیم که در عرصه بین المللی بار دیگر خرد و معرفت و فرهنگ تاجیکان جلوگر گردید با این پرچم پرفشانده که بالاترین پرچم است هم برای ما هم در دنیا و با نشانی که بعد از 1000 سال با افتخار برپا شد و این معرکه‌ای که این جمعیتی که امروز ما داریم من گمان میکنم تمام منطقه همین جشن پرچکو هست زیرا بهترین دستاورد استقلالیت این همین استقلالیت فرهنگی استقلالیت معرفت است و همه ما شاهد هستیم که بعد از استقلالیت چگونه فرهنگ ما رشد کرد چگونه فرهنگ ما قدردانی شد و ببینید که از آغاز استقلالیت تا به امروز بزرگداشت زبان تاجیکی بزرگداشت ابرمردان تاریخی ما و اون همه تجلیل جشن‌های و جمع‌آمدهای و گردهمایی‌های بی‌حسابی که هدفشون همین تجسم فرهنگی ما و معرفتی ما بود خیلی زیاد بودن که همیشه نتوانید حاجت به نمبر کردن نیست و یکی از دستاوردهای بزرگ استقلالیت ما این همین نشر کتاب است و شما می‌دانید که بعد از استقلالیت تعداد نشرهای ما خیلی زیاد شدن صفت نشر کتاب‌های ما خیلی بالا شدن و سال تا سال هم از جهت صفت هم از جهت محتوا از همه جهت صفت نشر کتاب‌های ما بالاتر شدن دارد و دستاورد بزرگی ملت تاجیک در طول تاریخ همیشه کتاب بود، فرهنگ بود، معرفت بود و امروز هم در عنوان در این روزهای تجلیل 20 سالگی باز هم دستاورد ما ادیبان اهل علم همین کتاب است که امروز نمونه آن اینجا در 4 جلد پیشنهاد گردیده است. وقتی که این کتاب ها به اتفاق نویسنده ها آمدن بار اول ما دیدیم ما خیلی خرسند شدیم خیلی خوش استقبال کردیم از اینها چون که یک پدیده هست که در اون بسیار هدف های دیگه بسیار زحمت ها و پژوهش های سر وقتی لازمی انعکاس یافتند. شما می‌دانید که در این موضوع کارهای شایسته پیش از این کرده بودند اما امروز بسیار این کتاب ها دسترس نیستند و یک نیازی بسیار سخت هست با این کتاب ها با شناسایی با تاریخ ادبیات ما با نماینده های سخنور گذشته ما و امروزه ما و این یک قیمتی این کتاب دلیل است که در این مثلا در این کتاب سخنوران غزنین، سخنوران بلخ، سخنوران هرات پیشنهاد کرده می شود. در اینجا تمام سخنوران که در تاریخ همین شهرها عرض ظهور کردن در اینجا جمع آورده شدن و از جمله سخنوران امروزی هم که بسیار خوب است و من گمان میکنم که این کاری هست کاری بسیار شایسته و کاری که باید حتما ادامه خودش یابد ادامه خودش یافته نشده کار چون که ما حالا ممکن است سخنوران خوجند در آینده کتاب سخنوران خوجند جمع آوری و پژوهش کنند و ممکن است سخنوران سمرقند، سخنوران بخارا، سخنوران دایره کوهستان ما دلواز و بدخشان، سخنوران وادی حصار و این کارهای شایسته دیگری که من گمان میکنم که
محمد اقبال صدقه برادر جوان پرغیرت ما که اینقدر کار اینقدر پژوهش وظیفه گرفتم کردم این کارها در آینده دوام بدن و من امیدوار هستم که اینها این کتاب‌ها در یک جایگی در آینده یک صفحه کتاب‌های را تشکیل خواهند کرد که در مجموع یک خدمت شایسته این است تجربه این است برای تحقیق ادبیات ما تاریخ ادبیات ما خواهد بود و بسیار خوب است که در این کتاب‌ها در هر جا در هر صحیفه هم معلومات بگیرد درباره مؤلفان و هم گزارش‌هایی هست که در اون تا جایی که امکان است یک معلومات پیدا می‌کنید و هم نمونه اشعار اینها نمونه ایجادیاتشون نشان داده می‌شود. من امیدوارم که امروز در این صحبت اینجا نماینده‌های مهمان‌های بسیار ارجمند نشستند، بسیار شخصیت‌های برجسته حضور دارند. من رئیس علمای تاجیکستان دومولا سید مراد عبدالله‌زاده را خیر مقدم میگویم. سید مکرم معذرت میخوام عبدالخالق‌زاده سید مکرم عبدالخالق‌زاده برای اول این نام رو به زبان میبرم و اینجا همیشه نوشتم که من خواندن انتهایستم ما خیلی خوشم از حضور شما در این مجلس تشکر استاد اوریان فرد خوش آمدید و همه دوستان برادرای عزیز و ارجمندی که اینجا حضور دارند همشون را خیر مقدم میگیم و صحبت ما ادامه میدهیم. من گمان میکنم که استاد امیرشاهی مدت‌تر هستم برای اینکه کتاب‌ها هنوز ناورده شد که ما بیاموزیم و ورق زنیم و استاد امیرشاهی آگاه‌تر هستند. همین صحبت رئیسیش خواهش میکنید بسیار بگیرید. خوش آمدید مهمانان ارجمند، استادان عزیز. ما وقتی که محمد اقبال این بشارت برای ما داد که چنین کار انجام شده است ما خیلی شاد شدیم و گفتن که در اینجا در همین درگاه بسیار بزرگی که برای ملت تاجیک برای ادب تاجیک سالیان زیاد خدمت کرده از محض در همینجا گذراندیم. خب در این محفل این کاری که شده است در ادبیات تاجیک این باید اینستیتوت زبان و ادبیات هنوز چندین سال پیش از این باید انجام بده و تاریخ‌نامه‌های بزرگ ملی داریم که اینستیتوت تاریخ کارها باید انجام بده. متاسفانه این کارها انجام نشدن. کارهای جزئی انجام شدن اما دیگر کارها انجام نشدن. و ادبیات ما میخائیل زند گفته بود که برای ادبیات فارس تاجیک فقط دانستن نام شعرا تمام آدمان منطقه های دیگر را در حیرت میگذارد که نخواد ملت باشد و بدین مقدار شاعر داشته باشد که همین کارها را انجام داده باشد، یعنی که شعر. برای همین ما حاضر از ما سخن با درازا نمیبریم، در وقت صحبت کردن اگر هر چی باشد میگویم. امروز سخن اول رو به راهبر دستگاه وزارت فرهنگ استاد عبدالغفار عبدالجبار میدیم که چیز در این باره برای ما ارائه کنند. تشکر برادر عزیز. من قبل از اون که اطراف این 4 کتاب خیلی هم زیبا چند سخنی گفته باشم، یک خواهش جناب وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان رو میخواهم به سود برسانم و استاد ارجمند شاعری معرفی تاجیکی معاصر ما استاد گلنظر را با آزادروزشان تبریک میکنم از این فرصت موفق. جناب وزیر خیلی هم از روی مهربانی
تمنای خود را بر شما خواهش کردند. همیشه صحت سلامت شخصا خودشون عمر 1000 ساله بینید استاد. در ردیف این من اظهار تشکر میکنم از محمد اقبال صدرالدین که از روی احترام، لطف و مهربانی چند روز پیش به وزارت فرهنگ آمدند و جناب وزیر و کابینه این کتاب ها را همچون اربابان بهترین پیش آوردند. واقعا هم در پرتو جشن بزرگ تاریخی استقلال جمهوری تاجیکستان چون اینجا ذکر شد، انتشار یافتن این کتاب ها یک پدیده مهم فرهنگی، ادبی و معنوی در روزگار معاصر ما میکنم به شمار می رود. خاصه که کتاب ها خیلی هم با صفت خوب با یک دیدی تازه با امید تهیه گردیدند، چاپ شدند. گمان میکنم در تحکیم روابط فرهنگی و ادبی و دوستی خلقهای تاجیکستان و افغانستان، تاجیکستان و پاکستان، تاجیکستان و دیگر کشورهای همزبان و ما دوست خیلی هم یک زمینه قوی خواهند بود. کتاب ها خیلی جالبند. ببینید که از روی تمام صنعت کتاب چاپخانی تهیه و مرتب گردیدند. هر کتاب سرسخن خیلی هم مفصل و پرمحتوا دارد. شرح حال شاعران حوزه های ادبی بلخ و هرات و غزنین و اشعار برگزیده محمد اقبال لاهوری گرد آورده شدند. گمان میکنم همون روز هم که آمده بودم گفتم که برادر عزیز اینقدر جوان هستید، همگی 34 ساله دارند، دوست ارجمند و دانشمندی ما، لیکن واقعا هم اینجا ذکر کردند خوب که کار یک پژوهشگاه را به انجام رساندند. و این خاطر من بار دیگر از نام وزیر فرهنگ جمهوری اسلامی، از نام اهل فرهنگ شما را با این بازیافت واقعا هم معتبر ادبی و فرهنگی و علمیتان مبارکباد میگویم. خدا کند که اینجا ذکر شد باز هم کامیابی تازه ادبی فرهنگی نصیبتان باشد. صحت سلامت و سربلند باشد. تشکر. بفرمایید. تشکر. تشکر استاد ارجمند. خوش آمدید مهمانان عزیز. سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان. خوش آمدید. سخن نوبتی به استاد مرزا شکرزاده که ایشان هم در بررسی تاریخ ملت تاجیک معرفی آن در جهان خیلی نام عزیز بود. مرحمت استاد. به نام خداوند جان و خرد که از این برترنده شکر نکنه. راستی من سخنی زیاد نمیگویم، وقتی عزیز شما رو نمیگیرم و در نوبت اول حضور سفیر کبیر کشوری دوست، برادر و عزیز افغانستان جناب استاد رو من خیر مقدم میگویم که تشریف آوردن. آقای عبدالغفور آموزان. دیگر اینکه چون که اینجا فرمودن امروز بغیر از اینکه این دو این مجموعه کتاب ها رو معرفی میکنیم، سعادتی بزرگی برای ملت تاجیک است، برای این شرکتداران این محفل است که زاد روزی دو سخنوری بزرگ را صبح تلویزیون هم اعلام کرد. استاد گلنظر و سالار نسل معاصر تاجیک استاد اکرامی را تبریک میگوییم. برای استاد گلنظر خوش‌آب، برای استاد اکرامی و روح پرفتوحشان درود می‌فرستیم. یک عنعنه سنتی بسیار خوبی در تاجیکستان برای افتاد که این پریزنتاسیا، رونمایی یا معرفی کتاب جایگاه خودشه. یا در زمان قبل از استقلال تقریبا همین چیز نبود، اگر بودم بسیار کمرنگ بود. به این واسطه ما با کتاب ها آشنا میشدیم، به دیدار همدیگر در اطراف کتاب ها صحبت میکنیم، مسئله ها و پرابلم های دیگر حل میکنیم. و این واسطه من به عنوان یک شخص که در تاریخ تاجیک بسیار کار کرده، 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 بسیار کار
و خوشبختانه همین نور اگر اشتباه نکنم باز از دو کشوری برادری ایران افغانستان وارد میشد در تاجیکستان. مثلا از دیدگاه بنده ایران یک اقیانوس کتاب است. در کابل هم که من در شهری نو یک مخازه وارد شدم همش کتاب بود و به همون اسلوب ایرانی ها ساخته بودن. از فروشنده پرسیدم که چطور کتاب های شما فروش دارن؟ ایران در آمده پولی پیسه ولی بود در این قصه نباشه، من برای عشق هم کار میکنم. اگر این کتاب پولم نآورد من مخازه همیشه درش باز میمانم، خودم کتاب میخوانم و مشتری ها کتاب نخرندم یک دانشگاه داده میتوانم. یعنی مردم فارسی زبان ما با کتاب طبعا به دنیا آمدن. خب از جانب دیگر ما با کتاب های برادری ارجمندمون که نام بزرگی حضرت اخوان دارن حالا آشنا نشده ایم، ولی میبینیم که این کس انعنه سنتی زمان شوروی را که سلسله کتاب های گلشن ادب نشریات دولتی چاپ میکردن دارن ادامه میدن. چون اگر دولت پژوهشگاه ها همکاری میکرد امروز یک نفر دارد این کارشی انجام میدهد. من شما تبریک میکنم و یک آرزوی دیگر دارم که کتاب هایی که در دوشنبه شام میشه خدا کند که از دوشنبه تا بدخشان تا صبح تا خدلان در دل و دیده مردم جای گیرند مثل زمان شوروی ره میمایند. فقط محدود به خیابان استاد رودکی و شهر دوشنبه پژوهشگاه نباشد. همین آرزو میکنم. بعد در این محفل برادرانی عزتمند افغانستان و ایران میهمانان دیگر هم تشریف دارند که اینها را خیر و مقدم میگوییم، برایشان سعادت و کامیابی تمنا داریم. سلامت باشید. تشکر استاد ارجمند. حالا ما سخن به استاد ارجمند دکتر عبدالغفور آرزو سفیر کبیر جمهوری اسلامی ایران افغانستان برای ما این خیلی است که ایران و افغانستان و تاجیکستان چندان فرق نداره. بسیار وقت این سفیرها از این سه دولت یک بود، یک پادشاه بود، یک سروزیر بود، برای همین ما در تفکر منظم شده. استاد ارجمند را که ما چند روز باز مشاهده میکنیم در قرائت شعر، در ناطقی، در روانی گفتار که مشاهده میکنیم در چند روز اخیر خیلی مفتون ایشان شده ایم و میخواهیم که چیزی در این باره بگیم. برای آن که این 4 کتابی هم که اینجا چاپ شده است اصلا معرفی سرزمین افغانستان است. به نام آن که دل کاشانه اوست. فرشتگان گرامی، نویسندگان ارجمند، خانم‌ها و آقایان، امروز بسیار خوشحال هستم در جمع همزبانان خویشاوند که همزبانی خویشی و پیوندی است سخن میگویم. سخن گفتن در جمع فرهیختگان هم دشوار است و هم آسان. دشوار به این گونه است که تا رسیدن به همگرایی فکری و رسیدن به یک استراتژی واحد فرهنگی و نگاه واحد و نگارش همسو نیاز به استدلال دارد و طبیعی است که در زبان بسیار کم بسیار دشوار است استدلال شده و آسان به اینکه اگر اشارت بکنید چون همه تان اهل بشارت هستید و فرهنگی هستید به اشارات کوتاه میتوان مفاهیم فربه را افاده یعنی بحر را در روز ریختن، یعنی به قول در حافظ و لفظ اندک و معنای بسیار. اجازه بدهید در تلیه سخن من از جوار بسیار فرهیخته که تازه آشنا شدم جناب آقای محمد اقبال ثروتدین سپاسگزاری نمایم. کاری بزرگ نسبت نویسندگان بزرگ متعلق به هویت فرهنگی مشترک همه ماست انجام دادند. سخنوران بلخ، سخنوران هرات، سخنوران قزوین و پیام اقبال. آنی که گفت
نسبت به افغانستان. شهر کابل خطه جنت نظیر، آب و حیوان نزدیک تا کشور و در جای دیگر فرمود از حیات او حیات آسیاست و از ممات او ممات آسیاست. شما می‌دانید افغانستان، تاجیکستان به اضافه 12 کشور دیگر ما دارای یک هویت فرهنگی و تمدنی در سیر تاریخ بوده، یعنی از سیبکیان تا بهیرسیا هویت فرهنگی و تمدنی ما را تشکیل میده. در این اصلی که بحث گفتگوی تمدن‌ها، جدال تمدن‌ها و ائتلاف تمدن‌هاست بدون تردید اگر این سه الترناتیو جهانی جدی بگیریم یک حقیقت روشن می‌شود، آن اینکه در قرن 21 تمدن‌هاست با هم سخن می‌گویند، تمدن‌ها ماندگار می‌شود. بنابراین هویت فرهنگی و تمدنی آنقدر مهم است که باید هویت ملی را با هویت فرهنگی و تمدنی تعریف نمود. در غیر آن صورت اگر هویت فرهنگی و تمدنی مضمحل بشود، نابود گردد و ایران بشود، بدون تردید هیچ یک از هویت‌های ملی کشورهای 14 گانه یا حداقل 10 کشوری که در سازمان کنفرانس همکاری‌های ایکو اقتصادی ایکو عضویت دارند هویت ملیشان ماندگار خدای نخواسته نمی‌کند. از این جهت هویت فرهنگی بسیار مهم است. این یک سخن که آنچه که دوستان من جناب آقای محمد اقبال سرمدی، جناب آقای استاد شکورزاده و سایر فریختگانی که در این جمع هستند و کسانی که نیستند در همین کشورهای مشترک افغانستان، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ایران تا ترکیه، آذربایجان و غیره، همه آنانی که در این راستا قلم میزنند در حقیقت سربازان کاخ بلندی هستند که باید از بادباران نیابد بزند. دو دیگر از این که شما میدانید که قلم سوگندنامه الهی است و کتاب کتیبه عشق است. راز پیوند انسان با فراسو کتاب است و بس. از این جهت کتاب و کتاب‌آرایی در فرایند تمدن اسلامی و به معنای عام کلمه در فرایند مدنیت سازی بشری کتاب‌آرایی جای بالایی دارد. آنی که به کتاب‌آرایی مشغول است، آنی که می‌نویسد در حقیقت عزت آن آنقدر والاست که قلم آنچه که از قلم آن می‌تراود بنابر فرموده پیامبر اعظم بر خون شهدا افضل است و یک ساعت تفکر از 1000 سال عبادت افضل‌تر. از این جهت متفکرین نویسندگان جایگاه والای هم در اندیشه های آسمانی، هم در معرفت و قرائت دینی و هم در معرفت عام بشری دارند. آنی که می نویسد در حقیقت جامعه انسانی را راهنمون می‌گردد. من می اندیشم پس من هستم. راز بودن انسان در اندیشه اوست. ای برادر تو همین اندیشه مابقی تو استخار میشه، یعنی اندیشه ورزی و کتاب آرایی یک چهره از یک نماد است. آنی که می اندیشد می نگارد و فریادی که آنی که می نویسد فریاد مکتوب هرگیز کنه نمی شود. عاقبت منزل ما وادی خاموشان است. حالیا در قلقله در گنبد افلاک انداز. آنانی که قلقله بر گنبد افلاک می نویسد کتاب آرایان است. شما بزرگانی که در این جمع نشسته اید. افغانستان می دانید که در وضعیت دشوار قرار دارد. طبیعی است که ما ممکن تعجب تروریسم بین المللی و مافیای بین المللی واقع شده، اما همه واقعیت افغانستان نیست. یعنی در عین زمانی که مردم افغانستان با حمایت جامعه جهانی، با حمایت کشورهای دوست چون تاجیکستان، ما بر علیه مواد مخدر و تروریسم مبارزه می‌کنیم، در عین زمان در افغانستان کتاب آرایی، چاپ کتاب و بها دادن به فرهنگ و فرهنگ پروری به شدت جریان دارد. مردم شده حد اینان به فرهنگ از باد بگرده با سیاست. همین لحظه در افغانستان چاپخانه ها و نشرات بسیار فوق‌العاده‌ای وجود دارد که ما با همگرایی و گفتمان با وزارت محترم فرهنگ تاجیکستان، اتشه محترم فرهنگی ما که در این جمع حضور دارند، با کابل هماهنگی صورت گرفته که شاید به زودی ما نمایشگاه کتاب افغانستان را در تاجیکستان داشته باشیم. امیدوار به این هستم که دوستان من که شما در این جمع حضور دارید از منظر چگونه
گیری کتاب و کتاب‌آرایی به افغانستان نگاه کنیم. تاجیکستان ادامه حیات فرهنگی افغانستان است و افغانستان متقابلا. تردیدی نیست ما با کشورهای هم خانواده پیوند ناگسستنی داریم، اما در میان این خویشاوندی که ما با سایر کشورهای منطقه در موقعیت خود داریم، ارتباط افغانستان و تاجیکستان گونه دیگری است. با شما همسایه دیرینه، دوستان دیگرز بیکینه از میان خاکهای ما عبور میکند آمو به مثل خط نوز. دوستان دار آب را با دوستی کن چون قیاس، دوستان را با نگاه دلشناسی. امیدوارم شعر تماشا توسن‌زاده آخرین بیت اشتباه نخوانده باشم. طبیعی است که دوستان را با نگاه دل باید شناخت. من بر همه کتاب‌آرایان از جمله محمد اقبال صدرالدین مبارکباد میگویم. امیدوارم قلم‌هایتان پویا، ارادهتان مستحکم باشد. آنچه که من میدانم به عنوان یک نویسنده نه تنها به عنوان نماینده جمهوری اسلامی افغانستان، این کتاب‌هایتان که به خط سیریلیک است، صدایتان از زیر سقف تاجیکستان بیرون نمی‌برد. شما خواننده ندارید. من میدانم برای تغییر بازگشت به خط رودکی اقتصاد فربه می‌طلبد، زمان می‌طلبد، اما در نهایت از آنجایی که این کتاب‌هایتان از زیر سقف آسمان تاجیکستان بیرون نمی‌شود، از نظر فرهنگی دستاورد فرهنگیتان محدود است، شعرتان محدود است. صدای شعرتان، صدای نثرتان، کارهای علمی پژوهشی و تحقیقیتان متاسفانه تبدیل به موج و جریان نمی‌گردد. من پیشنهاد می‌کنم هرچند از نظر اقتصادی به صرفه نیست، من می‌دانم که کاش شما بتوانید این کتاب‌ها بر دو خط، اگر این 400 صفحه است شاید ایجاد کند 800 صفحه باشد، یعنی به خط رودکی باشد، با خطی که آن بزرگ سرود، فضل و بزرگواری و ستواری، با آن خط این کتاب‌ها را بنگارید تا صدایتان بیرون از زیر آسمان تاجیکستان به اندازه توزیع فرهنگی و تمدنی تجلی پیدا کند. یک جان سپاسگزارم. امروز در جمعتان بر من افتخاری بود که این افتخار فرهنگی است. با تشکر این سخن‌هایی که شما گفتید دانشمندان ما هم در همین موضوع هستند. البته هر یک ملت اصل خودش دیگر است، اما ما در این راه پیشروی‌ها داریم. انشالله ما امیدواریم که در قسمتی که فارسی باید چاپ شود، انشالله با راهبری شما کمکی به ما می شود و دانشمندان ما البته از این چیزا برخوردار خواهند شد. دوستان ارجمند، شاعران ما در گذشته فقط یک شعر نمی‌گفتند. اینها همه نجوم شناس بودند، فیزیکدان بودند، کیمیاشناس بودند، ریاضیدان بودند و در مجموع همه از پیشوایان شریعت بودند، داملاها بودند. برای همین من میخواهم که در این رشته استاد ارجمند سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان چیزی برای ما بگوید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله. السلام علیکم و رحمت الله. برادران اهل اسلام، برادران عزیز و گرامی، صاحب اهل و کتاب و قلم و علم و معرفت و عالمان و شاعران، قبل از همه برای همه شما و خصوصا مهمانان گرامی از خداوند عزوجل بردباری ها، کامیابی ها، فکر و اندیشه های بنهایت نافع و مفید و کتاب های مفید برای جامعه تمنا دارم. انشالله این نشستی که ما داریم، من میبینم که نتیجه و ثمره همین صلح و وحدت و آرامی و اخوت و برادری است که ما به امروز رسیدیم. هرگز باید فراموش نکنیم و از این نعمت همیشه به یاد باشیم و به یاد بیاریم. و گذشته از این البته چنین محفل ها باز غیرت و مهارت و شجاعت و قوت نویسندگان و اهل قلم را زیاد میکند و این از چند جهت منفعت و نافع و فایده‌ناک است. و پیامبر گرامی اسلام صلی